توزیع 5000 کیلوگرم گوشت قربانی برای 1000 خانواده نیازمند در کابل. جمعیت هلال احمر افغانی با همکاری کشور ترکیه 5000 کیلوگرم گوشت قربانی را برای 1000 خانواده نیازمند در کابل توزیع کرد. مسئولان میگویند این کمک ها به هدف حمایت از خانواده های بی بضاعت در آستانه عید سعید قربان صورت گرفته است. سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی در این برنامه میگوید که این کمک ها با همکاری کشور ترکیه تهیه شده و تلاش می شود تا خانواده های نیازمند در روزهای عید قربان از این برنامه مستفید شوند. ترکیه هیواد د سری میاشتې د طرفه څخه چې تقریبا څه کم 15000 کورنیو ته دی په 15 ولایتو کې غوښې تقسیموي. یوه بسته چې په ډېر ښه طریقه سره ذبح شوي دي، په ډېره معمونه طریقه سره ذبح شوي دي، دا به پر دې مستحقینو باندې، محتاجو باندې، یتیمانو باندې، کندو باندې تقسیمیږي. در همین حال معاون سفیر ترکیه نیز در سخنانش تاکید کرد که کشورش به همکاری های بشردوستانه با مردم افغانستان ادامه می دهد و در بخش کمک به خانواده های نیازمند متحد باقی خواهد ماند. Türkiye, Afganistan'ın ve Afgan halkının her zaman yanında olup çok farklı alanlarda destek sağlamaya devam etmektedir. درنو ګډونکوونکو، ترکیه تل د افغانستان او افغانانو ترڅنګ ولاړه ده او په بیلابیلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. İnsanı yücelten şeyin sahip olduklarından ziyade paylaştığı şeyler olduğu inancından hareketle paylaştıkça çoğalan, paylaştıkça bereketlenen bir anlayışla elhamdülillah bugün Necip Türk milletimizin maddi ve manevi yardımları dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaşmakta. شماری از دریافت کنندگان این کمک ها با ابراز خرسندی میگویند که این گوشت قربانی در وضعیت دشوار اقتصادی بخشی از نیازهای خانواده هایشان را برطرف می کند و سبب شده تا عید قربان را با خوشحالی بیشتر سپری کنند. از کشور دوست ترکیه که در تمام حیام عید در همه عرصه مردم افغانستان کمک مساعدت نبوده و جهان سپاس از کشور دوست ترکیه ازشان خواهش میکنیم که همیشه مردم افغانستان کمک کنند، خصوصا مردم بی بضاعتی که به کمک کشور ترکیه و کمک‌هاشان اشد ضرورت دارند، نیاز دارند. مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی میگویند ادامه چنین کمک هایی میتواند نقش مهمی در حمایت از خانواده های نیازمند و تقویت روحی همدلی در جامعه داشته باشد. برنامه‌ای که همزمان با عید قربان برای بسیاری از خانواده ها امید و خوشی به همراه داشته است.